20 متر اونورتر همه درخت‌ها سالم، فقط اونجایی که لاین عبور کرده حالا به اندازه حدوداً 50 متر 60 متر کامل خشک شدن. نگاه این درخت‌های ما بین 500 تا 700 تا فقط از تو این 4 کیلومتر خشک شده، فقط تو این 4 کیلومتر اینجا. امروز 10 مهر 1404 است. اینجا منطقه میولد در روستای زنجیره اولیا شهرستان چرداول است. شرکت‌های لرزه‌نگاری که اومدن در زاگرس کار میکنن به دو شکل آب ما رو دارن نابود میکنن. اول درخت‌های بلوط رو نابود میکنن که عامل تولید آب ما هستن و دوم با تغییر مسیر آب‌های زیرزمینی و انفجاری که در زیر زمین ایجاد میکنن عامل خشک شدن چشمه‌ها و آب‌های ما شدن. اینا نه گیاه‌پزشک استخدام کردن، نه از جنگل‌شناس استفاده کردن، همینجوری برداشتن وسایلشون آوردن تو جنگل شوت گرفتن. در فصل پرتنش همه درخت‌ها تو منطقه کلجمه از کلجمه تا کارزان همه درخت‌ها رو خشک کردن. در هر 30 متر 14 کیلو TNT اینا منفجر کردن. 14 کیلو TNT که اینجا منفجر میکنن چه به سمت بالا چه به سمت پایین موج برشی که ایجاد میکنه باعث خفه شدن ریشه درخت‌ها میشه.